ولی خداوکیلی توی تابستان خوابیدن زیر سقف آسمان و با تماشای ستاره ها برای ما فقیر فقرا نعمتیه که پولدارا زیر کولرشان تو اتاق ندارن. همچی که نصف شب رگبار بارون و گلولای شلاق کشت کرد از بالای خرپشته تا ته اتاق یورتمه رفتی، ببینم باز از زیبایی آسمون به خاطر بدبختی و نداری تعریف میکنی یا نه؟ آقا جان شما هم استاد حالگیری هستین ها؟ اسی اگه سرعت نت خوب شد یه خبر سرگرم کننده بخون، بلکه خوابمون ببره صدای این پسره رو نشنویم. خبر بخونم؟ چی بالا میستر، الان سرعت اینترنت من اینجوریه که نه میتونم عکس بدم، نه فیلم بدم، نه خبر بدم، فقط میتونم فوش بدم. لطفاً چند تا آبدارش برای آبا اجداد و عضو سر کن بره به حساب من. واسه شد به گمانم ترسیده. یه خبر باحال بخون تا نت نپریده. اینجا نوشته 10 تا نهنگ خودشون تو ساحل گیر انداختن و دست به خودکشی زدن. هیچ وقت نفهمیدم این نهنگا برای شو خودکشی میکنن. آخه بزرگوار با اون جسه چقدر میتونی دل نازک باشی؟ نه اجاره خانه میدی، نه پول آب و برق میدی، سیگاری هم که نیستی، بالای کلتم یه آبشار داری. آخه دیگه چه مرگته؟ تازه آخوندم ندارن، گرونی تورم نمیدونن چیه. گفتی تورم؟ عمو جان شاید باورت نشه ولی من نیم سکه 30,000 تومانی رو یادم هنوز. دیروز رفتم نصف شونه تخم مرغ خریدم 30,000 تومن. اینجوری هم نیست که از جنگای صلیبی تا الان زنده مونده باشم، کلا مال 14 سال اخیر این قضیه. آقا جان اون وقت با این وضعیت توقع داری من جوان توی این مملکت به نانوایی برسم؟ به نظرم این قدم هم وضع بد نیست. ببین ما تو دبیرستان 2 تا رفیق داشتم، یکیشون مثل خر درس میخوند، آخر سر هم دولتی با نمره خوب قبول شد. او یکی هم از اول به درس علاقه نداشت، رفت دنبال دلال بازی. آخر چی شدن؟ دیروز خبر گرفتم ازشون، او درس خونه به خاک سیاه نشسته، او یکی هم به خاک سیاه نشسته، بقیه بچه ها هم همینطور، کلن هممون به خاک سیاه نشستیم، هممونا. میدانی حتی تو فیلم های ترسناک هم چند تا سکانس رومانتیک داره، اما زندگی تو ایران همونم نداره. بچه درسته که اوضاع قاراش میشه ولی این وضعیت برای کله گنده های نظام یه هشدار جدی محسوب میشه. چه هشداری؟ اینکه ترکیب گرمای هوا و وضع خراب مالی و آخون مساویه با پایین اومدن سطح تحمل همه. یعنی چه؟ یعنی این دفعه اگه ملت بریزن تو خیابون دیگه دست خالی بر نمیگردن. گل گفتی آقا جان. میگم بهتره زودتر چند تا تیر برق رزرو بکنیم، چون میترسم فردا پسارا اونم گیرمون نیاد.